بلیچینگ به دو روش آفیس یا داخل مطب و هوم یا در منزل انجام میشه که هر دو این روش ها با ماده‌ای که پایه اصلیشون پروکساید هست انجام میگیره. البته در روش آفیس غلظت ماده معمولاً بیشتر. روش بلیچینگ روشی مفید برای سفید کردن دندون‌هاییه که لکه‌های زرد روی خودشون دارن. این روش برای دندان‌هایی که لکه‌های قهوه‌ای، طوسی یا بنفش دارن خیلی مؤثر نیست. اگر قبل از بلیچینگ جرمگیری و بروساژ برای شما انجام بشه، نتیجه بلیچینگ بهتر میشه. بلیچینگ آفیس یا داخل مطب. توی این روش یه ماده محافظ لثه روی لثه ها قرار داده میشه، سپس ژل بلیچ روی تک تک دندون ها زده میشه. در هر جلسه بین 30 تا 60 دقیقه بسته به ماده‌ای که روی دندون ها قرار میگیره باید دندانپزشک منتظر باشه تا این فرآیند سفید شدن طی بشه. ممکنه شما چندین جلسه به بلیچینگ نیاز داشته باشین تا لکه‌های روی دندان‌های شما کامل حذف بشه. ممکنه از نور برای اثر بخشی بیشتر و سریعتر ماده بلیچ استفاده بشه. روش هوم یا داخل منزل. روش هوم به دو روش کلی انجام میشه که برای انجام هر کدوم بهتر قبل از هر چیزی از دندونپزشکتون مشاوره بگیرید. تو روش اول استفاده از نوار بلیچ آغشته به ماده بلیچینگ روزی 1 بار یا 2 بار به مدت 10 تا 14 روز روی دندان‌ها باید قرار بگیره تا دندان‌های شما را سفید کنه.